سلام. بعضی از بازیگران ترکیه عادتهای خیلی عجیبی دارند که ممکن است برای شما هم جالب باشد. پس ابتدا کانالمون رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و در ادامه با ما همراه باشید تا با این عادتهای بازیگران آشنا شوید. هازال کایا همیشه و با همه مشکل دارد و به نظرش هیچ چیز زندگیش به هیچ کسی ربطی ندارد. از جمله عادتهای او جر و بست سر دستمزد است، چون فکر می کند یک زن است و دستمزدش از حقش خیلی کم است. به همین سبب همیشه سر دستمزد با تهیه کننده ها جر و بحث زیادی می کند. عادت دیگر هازال این است که از چاق شدن نمی ترسد و هر چیزی که دلش بخواهد می خورد. البته او شانس آورده است که یک گیاهخوار است. بوراک özçivit به شدت منفی باپ است. این اخلاق منفی باپ وی باعث شد خیلی ها او را رها کنند و او برای ترک منفی باپی تلاش‌های زیادی کرد. مثلا ورزش کرد و به موسیقی گوش داد و به هنر روی آورد. پزشکان هم به وی توصیه کردند برای ترک این عادت بیشتر سفر کند و سمت هنر برود. او میگوید بعد از این کارها دیدش به زندگی تغییر کرده است. فاهریه اوجن هیچگاه نمیتواند فوری تصمیم بگیرد. او حتی برای کوچکترین کارهایش روزها فکر میکند و آخر سر هم نمیتواند تصمیم بگیرد و همه را کلافه میکند. توبا بیوکستون فوبیای دوربین دارد. با اینکه بازیگر است ولی فوبیای دوربین دارد و به همین دلیل خیلی کم مصاحبه می کند و همیشه از دوربین فرار می کند. دیگر عادت جالب توبا این است که آرایش را روی صورتش تحمل نمی کند. او وقتی برای نقشی آرایش می کند بلافاصله بعد از فیلم برداری آرایشش را پاک می کند و باعث سختی کار گریمور می شود. دمت özdemir بیشتر از این که نگران خودش باشد نگران اطرافیانش است و این باعث شده اطرافیانش نگرانش باشند. از دیگر عادتهای دمت özdemir این است که او بعد از گرفتن دستمزدش به دیگران میرسد و کمتر به خودش اهمیت میدهد و این باعث آسیب پذیری وی شده است. از دیگر عادتهای این بازیگر از خودگذشتگی بیش از اندازه او است و حتی ازدواج او هم تحت تاثیر خانواده‌اش بود. نسلیهان آتاگول بیش از اندازه لجباز است. او بین دوستان دوران دبیرستان به لجبازی شهرت داشت و برای رسیدن به هر چیزی سماجت می کند که این هم باعث موفقیت او در بازیگری شده است. یکی از دوستان دوران دبیرستان نسلیهان با انتشار عکس‌های وی گفت او بعد از به شهرت رسیدن در بازیگری همه را فراموش کرد و حتی پدرش که در بستر بیماری بود به دلیل همین فراموش کردن دخترش دک کرد و مرد. جان یامان از جمله عادتهای عجیب وی شب زنده‌داری است. او اغلب شبها تا دیر وقت بیدار است. عادت دیگر این بازیگر این است که اصلا تحمل گرسنگی و گرما را ندارد. اگر گرسنه باشد و چیزی برای خوردن پیدا نکند به شدت عصبانی می شود. همچنین جان یامان عصبی مزاج است. در پشت صحنه فیلم ها بارها با همکاران خود درگیر شده و یک بار سر صحنه فیلمبرداری سریال کدوممون دوست نداشت به سمت سلن سویدر فنجان پرتاب کرد و بعد از این ماجرا سلن دیگر سر صحنه فیلمبرداری نرفت و جان مجبور به پرداخت جریمه شد. اولکو کارایل او خیلی کم حرف و ساکت است. به حدی ساکت است که وقتی با خانواده‌اش مشاجره می کند حرفایش را در نامه می نویسد تا صحبتی نکرده باشد. باریش آردوچ
به برنامه‌هایی که می‌نویسد هیچگاه عمل نمی‌کند. همیشه برای همه کارهایش برنامه‌ریزی می‌کرد. ولی وقتی متوجه شد که هیچگاه به این برنامه‌ریزی‌ها عمل نمی‌کند، کلاً برنامه‌ریزی را کنار می‌گذارد و 6 سال است که فقط برای مسائل کلی برنامه‌ریزی می‌کند. سرنا سارکایا اعصاب سر و کله زدن با بچه‌ها را ندارد و در کل میانه خوبی هم با بچه‌ها ندارد. او میگوید اگر روزی ازدواج کند حاضر نیست بچه دار شود. ادا اجه عادت جالب و عجیب ادا اجه این است که در برابر کاپکیک نمیتواند مقاومت کند و همیشه کاپکیک میخورد. او چندین بار رژیم گرفته و با دیدن کاپکیک نتوانسته مقاومت کند و همه زحمتهایش را به هدر داده است. تولگاهان سایشمان از جمله عادتهای جالب این بازیگر این است که وقتی در یک چیزی به شهرت میرسد آن را رها میکند. ولی جالب است با اینکه در بازیگری به شهرت هم رسیده است ولی آن را تاکنون رها نکرده است. او وقتی یک بوکسور حرفه‌ای شد آن را رها کرد. همچنین در فوتبال و بسکتبال وقتی موفق به کسب جایزه شد آنها را هم رها کرد. بیرجه آکالای عادت عجیب بیرجه آکالای این است که عاشق هر کسی که می شود اسمش را روی بدنش تتو می کند و اینکه بعد از جدا شدن چطور این تتوها را از بین ببرد به یک چالش بزرگ برای این بازیگر تبدیل شده است. البته او بعد از آخرین رابطه‌اش تصمیم گرفته است دیگر این کار را نکند. الچین سانگو عادت باور نکردنی الچین سانگو بدعنقی بعد از بیدار شدن از خواب است. او بعد از اینکه از خواب بیدار می شود اجازه نمی دهد کسی به او نزدیک شود و به شدت بدعنق است و به اطرافیانش هشدار داده است عواقب نزدیک شدن به او بعد از بیدار شدن از خواب به عهده خودشان است. özge گورل خیلی مهربان و با گذشت است. به نظر او بخشندگی زیاد خوب نیست و او باید این عادت خود را ترک کند چون عاقبت خوبی ندارد. عادت عجیبتر özge این است که او غذای بدون برنج درست می کند یا برنج را از بیرون سفارش می دهد چون هیچ وقت نتوانسته است برنج را خوب دم کند. چاغلار ارطغرل خیلی حسود است. در دوران دبیرستان بین دوستانش به یک آدم حسود مشهور بود و خودش هم این را قبول می کند و به دلیل همین حسادتش خیلی ها از اطرافش پراکنده شدند. جالب است که او خودش هم به چشم حسود اعتقاد دارد و به این دلیل عکسای خانوادگیش را در پیج اینستاگرامش هیچگاه منتشر نمی کند. آسلی انور عادت جالب آسلی انور این است که به خوردن شیرینی خامه‌ای و ماکارونی علاقه زیادی دارد. چون این دو ماده برای چاقی و دیابت زمینه‌ساز هستند، آسلی برای اینکه این عادت خود را ترک کند، با سبزیجات کم کالری خودش را سیر نگه می‌دارد. سودا ارگینجی عادت جالب سودا ارگینجی ریزبین و دو به شک بودن او است. چون بیشتر به جزئیات می‌پردازد، اصل موضوع را فراموش می‌کند و این باعث می‌شود خیلی دیر تصمیم بگیرد. مروه بلوغور حساس و زودرنج است. خیلی زود ناراحت می‌شود و از هر حرفی برداشت بد می‌کند.
عادت عجیب دیگر مروه لجباز بودن بیش از اندازه او است. او به حدی لجباز است که خیلی وقتا به حرف مادرش هم گوش نمی‌دهد. خودش اعتراف کرده است که از 15 سالگی به حرف مادرش گوش نمی‌کرد و با رژ قرمز جیغ به بیرون می‌رفت. دوستان عزیز، برای دیدن مطالب بیشتر درباره بازیگران ترکیه کانال کفش دوزک را در یوتیوب سابسکرایب کنید.